یک گزارش دیگر، متخصصان یک شرکت دانش بنیان با تکیه بر دانش بومی جوهر خودکار تولید کردند. فناوری تولید جوهر خودکار در انحصار چند کشور معدود است. دشمن وقتی زیرساخت شرکت‌های دانش بنیان و مراکز تولیدی ما را میزند، یعنی خوب فهمیده قدرت واقعی کجاست. اینجا اما جواب تولید است. تولیدمون که کم نشد تو این 10-12 روز، تولیدمون بیشتر هم شد، چون ما 2 شیفت کار کردیم 3 شیفت. فناوران برای بومی سازی به سراغ یکی از مصداق‌های خاموش جنگ اقتصادی رفتند. بیشترین جوهر مصرفی خودکار ایران از چین و هند وارد میشد. ترکیب بندی جوهر پیچیده است، فرآیندی دقیق و تخصصی که بر لبه فناوری حرکت می‌کند، اما حالا در دل تحریم به نماد استقلال فناورانه بدل شده است. در دنیا حدوداً 5-6 کشور هستن که جوهر تولید می‌کنند. 10 نوع ماده لازم هست که از این 10 نوع ماده هر کدوم وظایف خودشون رو دارن. طول نوشتارش بالای 1400 متر خط می‌نویسه که در مقایسه با جوهرهای دیگه بین 600 تا 800 متر میانگین فاصله داره و این نشون دهنده عملکرد بالای اون هست. جوهری مطابق استانداردهای جهانی. سعی کردیم رزینی که استفاده بشه رزین داخلی باشه. تحمل دمای اون بین -20 درجه و -60 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری شده. مواد اولیه تولید جوهر رو و حالا انواع جوهر رو توی ایران داریم و میتونیم بهتر تهیه کنیم و برامون ارزان‌تر در بیاد. خودکاری با جوهر ایرانی و بدنه‌ای که جلوی رشد میکروب‌ها را میگیرد. پلیمرهایی استفاده شده که با ذرات نانو آنتیباکتریال ترکیب شده و همونطور که میدونید ذرات نانو از رشد و تکثیر میکروب‌ها و ویروس‌ها میتونن جلوگیری بکنن. سرانه مصرف هر نفر 5 خودکار در سال، خروج ارز 10 میلیون دلار. حالا این خودکار با جوهر ایرانی میتونه جلوی این خروج رو بگیره. بر مبنای اون اندازه جوهری که توی خودکار مصرف میشه 400-500 تن خود جوهر لازم هستش که میتونیم تولید کنیم. جوهر را ساختند، اما نه فقط برای نوشتن. این امضای اراده‌ای بود که میخواهد روی پای خودش بایستد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.